سلام، به برنامه گپی آزاد خوش آمدید. امروز درباره به گروه‌های افراطی همراه شدن جوانان مهاجر در روسیه صحبت می‌کنیم. مطبوعات روسیه پیوسته از بازداشت مهاجران تاجیک خبر می‌دهند که شامل گروه‌های افراطی شدند. بسیاری‌ها حرف مطبوعات روسیه را ترغیب و واهمه می‌دانند. مقامات تاجیکستان نیز گفته بودند که 85% جوانانی که به گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق همراه شدند در روسیه مخفی شدند. چرا جوانان تاجیک در روسیه بیشتر افراطگرا می شوند؟ همین سوال را امروز با عزت امان، یک فعال مهاجران در روسیه، و فریدون هادیزاده، تحلیلگری مسائل مذهبی در تاجیکستان، در میان میگذاریم. به برنامه ما خوش آمدید. تا کجا به گروه‌های افراطی پیوستن جوانان در روسیه واقعیت دارد؟ جناب هادیزاده، نظر شما چیست؟ البته در روسیه بچه ها که از نظر پدر و مادر دورتر شدن، خویش و اقربا بسیارتر شدن و در اونجا گفتن ممکن که یک آزادی پیدا میکنن. البته به گروه های افراطی پیوست شدنشون ممکن است، اما به فکر من که زمینه به افراطی ها پیوستن البته در تاجیکستان می باشد. عزت امان، شما چی نظر دارید؟ آیا واقعا جوانان تاجیک در روسیه افراطگرا می شوند؟ بله، درست است، ولی عامل های گرویدن جوانان تاجیک به افراطیگری یا حزب و حرکت های افراطی البته گوناگونند. ببینید، این یک روند است. گفتن از اون که فقط در روسیه این کار به وجود می بیاید و دیگر کشورها یا به اصطلاح در تاجیکستان این کار ندارد، خطاست. بله، از جانب روسیه پیوستن تا خب 1 سال 2 سال قبل به گروه های افراطی که در عراق و سوریه و حالا در افغانستان ارج هستی میکنند و فعالیت میکنند، از جانب روسیه به اون طرف رفتن آسان تر است نسبت به تاجیکستان و بعضی کشورهای دیگر. ولی از تاجیکستان هم بدون کدام مشکل جوانای ما میپیوندند، میروند و من گمان میکنم بیشتر تقصیر ما هاست، یعنی جامعه شهروندی و حکومت هاست که این جوان ها به این حزب و حرکت های افراطگرایی یا رادیکال یا تروریستی میپیوندند. بله، ریشه سبب در چی است جناب هادیزاده؟ چرا مثلا یا در تاجیکستان یا در روسیه جوانان دارای عقیده های افراطی می شوند؟ ما میدونیم که جوانان همه وقت ماکسیمالیست هستند و میخواهند که آنها دنیا را در دو رنگ میبینند، سفید و سیاه، و این البته به طرف رادیکالیسم آنها را به ماکسیمالیسم آنها به طرف رادیکالیسم و بعدتر به افراطگری میبرد. این چیز مهم است. متاسفانه در کشور ما یک تربیه‌ای که باید باشد برای بچه ها آن نیست و البته همه میخواهند که مثلا حقیقت جوی و حقیقت دان باشند و اگر با جوانان صحبت کنید آنها همه وقت فکر میکنند که اینا حقیقت رو میدانند. این چیز هست، یعنی که آن معنای حقیقت زندگی رو آنها نمیفهمند. و از همه بسیار چیزی مهم که در کشور ما یک چطور میگوین یک اندیشه ملی حالا نیست. تشکر. اما چرا دیده می شود که مهاجران، مخصوصا آنهایی که در روسیه هستند، دعوت‌های دینی زیاد میکنند؟ گاه حتی تندروانه طور در کامنت هایشان به مطالب رادیو آزادی میبینیم، حتی از برندگان ما طلب میکنند که سطر کنند. این چی معنی دارد؟ جناب عزت امان میتوانید شرح دهید؟ بله، ببینید، افراطی شدن یا افراطگرایی جوانان البته این روند است، این پروسس است و این یک مشکلی است که باید جامعه شناسا این مشکل را باید درک کنند و پیشنهاد کنند برای حل مسائل به
حکومت ها و حکومتدارها. قبل از همه به سوال شما اگر بخوایم پاسخ بدیم، جواب سوال شما این است که بازم برمیگردم به اون که جوانان نه فقط در تاجیکستان یا که نه فقط در مهاجرت افراطی میشوند و عامل افراطیت جوانان من قبلا هم ذکر کردم که زیاد است. اگه یکی از عامل ها یا که یکمین ترین یا اول ترین عامل ها را نامبر کردن خواهیم، ببینید خب کی تا امروز با جوانایی که افراطی شدن یا به صف حزب و حرکت های تندگرا و افراطی شامل گشتن، از اونا پرسیده است که چرا آنها این کار را انجام دادند. بالخصوص در تاجیکستان، اگر تاجیکستان ما مثال زنیم، نگاه کنید که چقدر محدودیت ها در راه عبادت خدا، رفتن به مسجد مشکل دارد. یعنی مسلمان ها، البته این پارادوکس است، در کشور خودشان در تاجیکستان مشکل با حجاب زن دارند، مشکل با ریش مردان دارند، مشکل با مساجد دارند، منع اذان و نمیدونم تا 18 سال مسجد رفتن و کل این مشکلات دارند که سبب می شود که جوانای ما افراطی شوند. نه تنها جوانا، بزرگسالا هم میتونن افراطی شوند. جناب عزت امان، اندیشه دیگر وجود دارد که اونهایی که اجازه دارند ریش گذارند و به مسجد روند، اما اونها بسیار نظرهای وجود دارد که زمان از اونها جلوگیری می شود که اونها میخواهند تمام مردم رو مثل خود ببینند، یعنی دیگران رو تشویق کنند که مثل اونها ریش گذارند، همسران اونها حجاب داشته باشند. یعنی در همین مورد با اونها برخوردی دیگرگونه می شود. نه، کاملا اشتباه است. ببینید زن و خواهرایی که در کوچه‌های دوشنبه میگردند و به اصطلاح کمیته زنان و مردان و یا مقامات پلیس وقتی میرن اونا را بازداشت میکنن و به خاطر حجاب و نمیدونم یک کارهای دیگر اذیتشون میکنن، متهم میکنن به سلفی گرایی و نمیدونم کیم چی حرکت‌های دیگر، این ربطی به اون ندارن که اونا میخوان که تمام جامعه را ریشدار بینن یا که تمام جامعه را محجبه و حجابدار ببینن. من میگم یکی از عامل‌های افراطی شوی جوانای ما انا همین است که در کشور برای اسلام دوستان، برای مسلمانان محدودیت جاری است و این سطح محدودیت خیلی خیلی بالا است و یکی از سبب‌های دیگر افراطی شوی جوانان همین است که نشر ایده های افراطی در شبکه‌های اجتماعی خیلی خیلی بلند است، بالا هست. ببینید جناب عزت امان، خوب جناب فریدون هادیزاده در یک صحبت شما گفته بودید که اونهایی که عقیده های مذهبی یا افراطی دارند در تاجیکستان خشن‌تر شدند و من این سوالی که دادم برداشت از صحبت شما بود که گفتید که اونها میخواهند جامعه رو مثل خود ببینند، مگر چنین نبود؟ نه، این چیز مهم است. میدونید مردم ما همین یک چیز رو میخواد که آنها میخواهند که تمام دنیا رو دیگرگون سازند اما خودشون تکمیل شدن نمیخواهند. این یک مسئله است و این چیز رو مثلا ما این یک روند در تمام دنیا هست، رادیکالیسم در تمام دنیا هست و تاجیکستان از این روند بیرون نیست. یعنی که ایده های رادیکال در تمام دنیا هست و البته در یک کشور مثلا این دنیوی هستند، مثلا سوسیالیستی هستند، در ما جامعه اسلامی پوشیده و اینم بسیار 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 خطرناک است. من دیگر چیز همه وقت میگویم که همین پدری بزرگوار من یک چیز رو بسیار وای میکردن، از حافظ شعر می آوردن، مصرع می آوردن و می گفتن که چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. همین چیز در ما هست. تشکر. جناب عزت امان، شما چی نظر دارید؟ چرا مهاجرا بیشتر به صف خب حزب و حرکت‌های تندرو میپیوندند؟ ببینید مهاجرا یک قشر ناراضی از جامعه هستند و شب و روز در شبکه‌های اجتماعی میشینند. شبکه‌های اجتماعی هم که از نوار و از صحبت‌های رزیدنت‌های انمو حزب و حرکت‌های تندرو زیاد است و مهاجران به گفتگو زیر تاثیر همین رزیدنت‌ها میمونند، همین صحبت‌ها میمونند و در فکر
برای پیوستن به حزب و حرکت‌های افراطی می‌گروند. زیرا که می‌خواهند در کشورشون در تاجیکستان یک تغییراتی را بینند بیاورند. شما تصور کنید صحبت اولی گلمراد حلیموف وقتی که در تاجیکستان ناپدید شد و در سوریه یا در سوریه یا در عراق پیدا شد. تکرار حرف‌های حلیموف اینجا برای ما لازم نیست چون به برنامه ما چندان ربط ندارد. بیشتر در مورد اون صحبت کنیم که ریشه اصلی که مهاجران به گروه‌های افراطی می‌پیوندند از کجا سرچشمه میگیرد؟ این در تاجیکستان شکل میگیرد و یا در خود روسیه؟ چون ما دهها گزارش داشتیم که یک جوان تاجیک به گفته پیوندانش در تاجیکستان خیلی آرام بود، درست نماز میخواند و با پدر و مادرش برخورد تون نداشت، اما چون در روسیه رفت ریش گذاشت به شیوه اون به اصطلاح سلفی گرایی و از اونجا طریق تلفن یا پیام رسان ها پدر و مادر خود را بر ریش گذاشتن و به پوشیدن حجاب تشویق کرد و بعد چند ماه زنگ زد که او در روسیه یا در عراق قرار دارد. یعنی همین مرحله ای که از تاجیکستان ما در دهها گزارش خود در مثال آدم های مشخص ذکر کردیم چگونه شکل میگیرد؟ چی به این تاثیر میرساند؟ کدام عامل ها که یک جوان از اینجا میرود در اونجا به چنین شخص تبدیل مییابد؟ به گمان من بیشتر وقتی که مهاجرا به روسیه میبیاند و از یک سری آزادی ها برخوردار میشوند و میبینند که این آزادی ها مثلا همین ریش در تاجیکستان امکان ندارد، محدوده ها زیادن، بعد اونها را به همون رادیکالیسم و افراطی گریمه. این یک. ثانیه ببینید من بازم تاکید میکنم که مهاجرا بیشتر در شبکه‌های اجتماعی مخصوص در یوتیوب میشینند و بیشتر اینفورماسیون را خبرها را از یوتیوب میگیرند و همون افراطی شویشون هم در نتیجه بسیارتر در شبکه‌ها نشستن فرمی رود میشود یا اینکه صورت میگیرد. به همین خاطر بعد وقتی که میروند رزیدنت های نماینده های حزب و حرکت های افراطی در روسیه زیادند، در هر قدم اونا را دیدن ممکن، در مسجدها یا در غیر مسجدها با اونا صحبت می شود. البته اونا در فکر همین می افتند. چرا؟ زیرا که محدوده ها بازم محدودیت ها اونها را مجبور میکنند که بیایند و افراطی شوند و با این محدودیت ها هیچ کس در این باره صحبت نمیکند که خب محدوده ها هستند، چرا این محدوده ها برداشته نشوند؟ وقتی که سپاس از شما. برنامه گپی آزاد را تماشا دارید. همکارم افسانه اکابرشاد در رابطه به همین موضوع نظر ساکنان دوشنبه را پرسیده است که بیایید با هم ببینیم و بعداً بحث را ادامه دهیم. باور کنید نمیدونم سبب چه. سبب نفهمی. فکر من بیکاری است. جای کار کم است. مشغولات. بعد با فکرم تربیت پدر مادر است. یعنی اگر پدر مادر وظیفه خودش اجرا کنه، یعنی که فرزند مشغول با یگام خواندن، کار کردن اگر باشد با فکرم این کارا کم میشه. یکی از سبباش مشکلات اجتماعی بافته، نداشتن سواد کافی دینی، نداشتن سواد کافی دنیوی. با فکر من همین سببا هستند که جوانان با صف دعای خود. مشکلات اجتماعی گفتید. مشکلات اجتماعی اساساً مهاجرت مهنتی رو من در نظر دارم. یکی از سبب اساسی در آن است که وقتی که جوانان در اینجا کار نمی‌کنند و مهاجرت مهنتی می‌روند، در آنجا در روسیه دسترسی به اطلاعات بیشتری دارند. بعضی سایت‌ها و تورنمه‌هایی هستند که در دولت ما معشودگان که در روسیه من نیستند دسترسی به اینترنت پورا دارند و آنها را میتوانند طریق همین سایت‌ها و تورنمه‌ها به صف توافق جلب کنند. با نظر من سببش از به علمی و به فرهنگی باشد ممکن. یعنی آدم اگر مثلا یگان دانشگاه خونده باشد و قفای یک کار خچه، یک آدم که به کار ماند به هر راه میرود
به نظر من همچون یک جوان این پیش از همه دور بودن از معرفت علمی و دور بودن از عموما از ساحه علم دور بودن است، از جهت بی‌سوادیش رو ممکن باشه. سبب ای حساب بی‌سوادی ده، کم سواد بودن هم جوانان. سواد دینی دنیوی، هم دینی و هم دنیوی. هر سواد نمیرسه برای همین راه انتخاب میکنن. و فکر من این خطا. اکثر ساکنانی که ما نظر آنها را در دوشنبه پرسیدیم به دو نکته تاکید کردند که جوانان دانشی کافی دینی و دنیوی ندارند و یکی از عامل پیوستن آنها به گروه‌های افراطی یا دارا شدن به عقیده‌های افراطی همین است. نظر شما چی است جناب عادی‌زاده؟ بفرمایید. درست، من فکر می‌کنم که ناکافی بودن دانش هم در زندگی دنیوی هم در دینی، البته این یک عامل بسیار مهم است و متاسفانه سطح معلومات میانه در تاجیکستان بسیار پست رفته است و این یکی از تهدیدهای امنیت برای یکی از تهدید بسیار سختی برای امنیت ملی تاجیکستان است. جناب عزتی امان، نظر شما چی است در این مورد؟ بله، من کاملا با استاد هادی‌زاده موافقم، ولی میخواستم که عامل این کمسوادی بدینی یا کمسوادی دنیوی را باید مشخص کنیم. بازم برمیگردیم به همون که محدودیت ها سبب میشوند که مردم سواد کافی دینی کمتر دارند. یعنی علمای دین که واقعا در نزد مردم احترام دارند، اونا محدودیت دارند، اونا نمیتونند، یعنی اونا را خب مقامات های انتظامی، ارگان های دولتی یک محدودیت های ایجاد کردن براشون که نمیتونن پیش مردم بیان و با مردم درباره دین، درباره اسلام، درباره شریعت و دیگر مسائل دینی صحبت کنند. یعنی خود مردم دسترسی به اخبار یا انفرماسیون اولیه را ندارند. اما جناب عزت امان، در روسیه که این همه آزادی را دارند اکثر مهاجران چرا در اونجا بیشتر به گروه های افراطی شامل می شوند؟ یکی از همصحبت‌های مخبر شما بسیار خوب درج کردن که در روسیه محدودیت نیست، یعنی دسترسی به شبکه‌های اجتماعی زیاد است، ولی بازم تاکید کردن که مشکلات اجتماعی بیشتر مهاجران را مجبور می‌سازد که رادیکال شوند، چون اونا چی یک قشر ناراضی جامعه هستند، باید یک گونه همین ناراضیتشون را چی اعلان کنند و ناراضیت اونا برای همین ریش ماندن و یک کار کنند که باید که در جامعه تغییر شود یا که اونا فرق کنند در جامعه و همین نارضایتی خودشون باید که اعلان کنند. تشکر. برای اینکه مهاجران دور از عقیده های افراطی باشند چی کاری رو باید انجام داد جناب هادی‌زاده؟ به فکر من یکمی چیز اول این باید که عدالت اجتماعی باشد. دوم مثلا عدالت اجتماعی یعنی چی؟ برداشتن کروپسیون، برداشتن محلچگی، مثلا مکتب، انیورسیتای خوب، مثلا بچه‌ها باید که با قوه خود درس خوانند، مثلا پول به معلمان ندهند. مثلا وقتی که انیورسیت رو یا دانشگاه رو تمام کردن با کار، مثلا بدون تقبازی گفتی خودمو داخل شوند. و البته باز یک چیزی مهم است که مثلا در تاجیکستان باید که همین چیز رو ما فراموش کردیم. متاسفانه ما در تاجیکستان انجینری بسیار کم داریم. ما باید که انجینر استحصال براریم. با استاد هادی‌زاده بازم موافق هستم، ولی با گمان من خوب میشد که در کشور محدودیت های دینی برداشته شود. اول محدودیت های دینی برداشته شود، ثانیاً هیچ حکومت، نه حکومت تاجیکستان نه حکومت روسیه در زمینه مبارزه با افراطگرایی که یک کار فکری است، یک کار عقیدوی است، کار نمیکنند.
باید که علمای کشور، علمای اعظام دین در تاجیکستان بیایند به روسیه و با مهاجرا صحبت کنند. نه اون علمایی که، نه اون ملاهایی که امروز مثلا در خدمت حکومت هستند، نه اونا از افطاریت برخوردار نیستند. علمایی که واقعا مثل ایشان نوردین، مثل حاجی میرزا و دیگه علمایی که در نزد مهاجرا افطاریت دارند و احترام دارند بیان با جوانان صحبت کنند. تصور کنید 2 میلیون مهاجر امروز کاملا از اون چیزی که در تاجیکستان میگذرند بریدند. ببینید جناب عزت امان، زمانی که قبل از اون که جوانان تاجیک به گروه های افراطی در سوریه و عراق بپیوندند، روحانیای تاجیک آزادانه رفته در روسیه با گروه مهاجران صحبت میکردند. چرا این پیش راهی پیوستن جوانان به گروه های تندرو را نگرفت آن زمان؟ خیلی کوتاه. من بازم میگم که یکی از کارهایی که باید جامعه انجام دهد، حکومت ها باید انجام دهند، یعنی یکی از کارها واخوری با مهاجران است. دوم حل مشکلات اجتماعی آنها است. سوم با کدام کارهای دیگر است که حکومت ها باید دست به دست، حکومت تاجیکستان، حکومت روسیه دست به دست بدهد و با این پدیده نامطلوب جامعه مبارزه برند. ولی نمیشود 2 میلیون آدم سر و کله خودشان جدا است، یعنی هیچ کس با اونا همکاری نکرده است. در مدت 20 یا 30 سالی که مهاجرت وجود دارد هیچ کس از حال اونها با خبر نشده است، نپرسیده است. تشکر از عزت امان، یک فعال مهاجران در روسیه، و فریدون هادیزاده، تحلیلگر مسائل مذهبی در تاجیکستان که در مورد گرویدن مهاجران به عقیده‌های افراطی نظر خود را در میان گذاشتند. سپاس که در برنامه گپی آزاد شرکت کردید.